وقتی به عشق زندگیت میخوای به انگلیسی بگی یه بوس بده. به انگلیسی چطور میگی؟ پس با من همراه شو و گوش بده تا یاد بگیری به انگلیسی یه بوس بده چی میشه. بعد با من تکرار کن چند بار. Give me some sugar. Give me some sugar. یه بوس بده. Give me some sugar. Give me some sugar. Give me some sugar. یه بوس بده. Give me some sugar. حالا میخوای به انگلیسی به عشقت بگی میمیرم برات. میگی I would die for you. I would die for you. I would die for you. میمیرم برات. I would die for you. I would die for you. میمیرم برات. I would die for you. میمیرم برات. Give me some sugar. یه بوس بده. I would die for you. میمیرم برات. میخوای به عشقت بگی تو یکی یه دونه منی. به انگلیسی بهش میگی You're my one and only. You're my one and only. که البته وقتی به عشقت میگی تو یکی یه دونه منی باید این کلمه رو به انگلیسی خیلی سریع‌تر بگی و سریع‌تر گفتن این هم نیاز به تکرار و تمرین شما عزیزان داره. مثلا باید سریع بهش بگی You're my one and only. 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 تو یکی یه دونه یه منی. حالا میخوای بگی خیلی برام عزیزی. میگی I cherish you. I cherish you. تو خیلی برام عزیزی. I cherish you. I cherish you. تو خیلی برام عزیزی. تو خیلی برام عزیزی. I cherish you. حالا بهش میخوای بگی خیلی دوستت دارم. میگی I adore you. I adore you. I adore you. خیلی دوستت دارم. خیلی دوستت دارم. I adore you. و وقتی میخوای بهش بگی میمیرم برات میگی I would die for you. I would die for you. I would die for you. میمیرم برات. و وقتی میخوای بهش بگی نیاز دارم کنارم باشی میگی I need you by my side. I need you by my side. I need you by my side. نیاز دارم کنارم باشی. I need you by my side. I need you by my side. نیاز دارم کنارم باشی. و وقتی میخوای بهش بگی من ازت سیر نمیشم میگی I can't get enough of you. من ازت سیر نمیشم. I can't get enough of you. I can't get enough of you. من ازت سیر نمیشم. I can't get enough of you. I can't get enough of you. I can't get enough of you. حالا تو به انگلیسی به من بگو قهری چی میشه؟ لطفاً معنی قهری به انگلیسی چی میشه رو در قسمت کامنت ها بنویس. روی کلمه سابسکرایب کلیک کن و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال انگلیش ویت فرانک رو سرچ بکن تا کلمات و جملاتی به انگلیسی بهت یاد بدم یه شبه که هیچ جا بهت یاد نمیدن. اگه با من فقط 1 ماه 2 ماه همراه باشی انگلیسی رو مثل آب خوردن صحبت میکنی. اصلا هم نیاز نیستش که پول به کلاس زبان و اینطور چیزا بدی. پس کانالم رو سابسکرایب کن و روی کلمه سابسکرایب که کلیک کردی زنگوله کناریش هم فشار بده و ویدیوهامو ببین و لایک کن و برای دوستات در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان لطفاً شیر کن. ممنون که با من همراه بودی. منتظر ویدیوی جدیدم باش با کلی جملات انگلیسی که قراره بهت به زودی یاد بدم.